سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان و همکاری‌های متقابلا سودمند با شریکان رشد در مورد سری وقت به تبابت خوشصفت فرا خواندن بیماران گرفتار بیماری‌های سیریاتی از جمله کرونا ویروس نو کووید 19 است که در دوره پاندمی و تا به امروز نیز داروهای ضد ویروسی در تمام منطقه‌های مملکت همچون ذخیره به مشاهده می‌رسند. گرچند دوام چند هفته آخر مبتلا شوی به بیماری سیریاتی کرونا ویروس نو کووید 19 در حدود جمهوری تاجیکستان و خصوصا بیمارخانه‌های قلمرو ولایت به مشاهده نمی‌رسد، صرف نظر از این رهبریت ستاد ولایتی عاید به پیشگیری بیماری کووید 19 در ولایت معاون رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان نظیر امیربکزاده برای درست نگاهبین نمودن داروهای ضد این بیماری و دیگر تجهیزات‌های موجوده در انبار ذخیره داروواری شهر خروخ از این مکان دیدن به عمل آورد. اطلاع داده شد که عین زمان در انبار ذخیره داروواری شهر خروخ 57 نامگوی داروواری که سرتیفیکات مطابقت و مهلت معین نگهداری دارند در حرارت معین نگاه داشته شدند. حالا در انبار ذخیره داروواری شهر خروخ مقدار معین داروواری، موادهای بی‌ضررگردانی و لباسهای محافظت فردی دسترس گردانده شده، ذخیره کافی برای تا بیش از 5000 نفر بیمار در مؤسسه‌های طبابتی ولایت جایگیر کننده شده است. زیاده از 57 نامگوی داروواری برای تبابت بیماری کرونا ویروس در انبار مؤسسه تبابت پروفیلاکتیکی جایگیر کننده شده است و مهلت استفاده برایشون تو سال 2022 تا 2023 می باشند و اولت نگهداریشون به طلبات جوابگو می باشند. باید قید کرد که این داروواری که وابسته به تبابت سرایت کرونا ویروس با فروختن اونو در داروخانه تمام ممکن نیست و موافق فرمایش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اول جمهوری تاجیکستان اون داروواری که برای تبابت دیگر بیماران برای دیگر نمود بیماران لازم است ما به مؤسسه‌های کمک اولیه طبی سنتاری و بیمارخانه ها تقسیم کرده می‌تیم. در انبار ذخیره داروواری شهر خروخ اینچنین تجهیزات‌های نفس‌دهی سونی نیز همچون ذخیره نگاه داشته شدند. گفته شد که در برابر محصولات داروواری و دیگر تجهیزات‌ها کارمندان حفظ الصحت ولایت در آینده نزدیک به تجهیزات رنگینی توموگرافی دسترسی پیدا خواهند نمود که به تشخیص دقیق این بیماری و تبابت خوشصفت آن روانه خواهد شد. معاون رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان همزمان رهبر ستاد ولایتی عاید پیشگیری بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 در ولایت نظیر امیربکزاده مهلت استفاده موادهای داروواری را از نظر گذرانیده جهت نگاهبین درست آنها به مسئولین مصلحت‌های سودمند داد.